500 سال از جنگ چالدوران می‌گذرد. اما وقتی هنوز رگبار تند بهار استخوان‌های شهدا را در سراشیبی کوه از دل خاک بیرون می‌کشد، چگونه می‌توان این واقعه بزرگ را در نهانخانه فراموشی دفن کرد؟ این موضوع اثبات شده که ایرانی‌ها در هر وضعیتی که باشن، پیرو بالاخره هر فرقه‌ای که باشن، در جنگ با همن. مردم چالدوران هنوز هم در شب نشینی‌ها جنگ را مرور می‌کنند. اولین کسی که به توپخانه رسید و با گرز به جان توپچی‌های عثمانی افتاد چه کسی بود؟ فرمانده جناح راست ما چطور به قلب جناح چپ عثمانی زد؟ چند زن کنار شوهرش می جنگید.